برادرای عزیز، شب قدر برای چی شب قدر نامیده شد؟ علما رحمت الله علیهم میگن که برای اون که الله ذوالقدر، الله تعالی که صاحب قدری بلند است، در این شب فرشته با قدر حضرت جبریل را به نزد پیغمبری با قدر، با کتابی با قدر یعنی قرآن کریم، در ماهی با قدر و در شبی با قدر فرستانیده است. و کسی که این شبها را اگر غنیمت داند او صاحب قدر میشد. قدرش در پیشگاه الله تعالی و در پیشگاه خلقش بلند میشد، بناهن به احترامی که نسبت شب قدر کرده است و شب قدر را غنیمت دانسته است. یک معنای قدر به معنای تنگی هست، ضیق، تنگی. برای چی؟ برای آنکه اون شب فرشته های بسیار نازل میشد، کوچه ها تنگ میشد، حتی جای قدمانی نمیماند از بسیار بودن فرشته ها. الله تعالی در سوره قدر گفت نزل الملائکه، فرشته ها گروه گروه نازل میشن، جای خالگی نمیماند. اصلا این کلمه ضیق گرفته شده که است. و این چونین از کلمه تقدیرم به معنای تقدیر، چون که در این شب تقدیری مردم حل میشد، نوشته میشد. از همین کلمه ها، اصل هر یک کلمه در لغت عرب سببی نامگذاریش است. برای چی همین کلمه رو گرفت، همین نام گذاشت؟ اصل دارد، سبب دارد. یعنی این بود سبب تسمیه به شب قدر. برای چی این شب را شب قدر نامیده شد؟ خب مسئله دیگر این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به غنیمت دانستن این دهه تشویق کردند، ترغیب کردند و همیشه امت را آگاهی میدادند که این شبهای بزرگ از غنیمت دانید و خودشان اعتکاف می نشستند. و در داخل این 10 شب یا شبی هست که مادری شبها هست، کثیرت البرکات، بسیار شب مبارک است. یک شب عبادت میکنید برابر 83 ساله عبادت است، از وی هم زیاد. عزیزت الساعت، هر یک دقیقه هاش برابری چندین سال میشه، چون که ما 83 سال و 3 ماه از نماز شام تا نماز بامداد چند ساعت باشد به همون تقسیم کنید، میبینید که هر یک ساعتش چندین سال است، هر یک دقیقهش چندین سال است. ساعتاش هم القلیل من العمل فیها کثیر، عملی کم در این شب بسیار حساب میشه. یک رکعت نماز خوانید گویا 83 سال نماز خواندید. و کثیر عملی بسیار مضاعف است، چندین مراتب اجر عظیم میگیرید. حضرت عایشه رضی الله عنها مادر مومنین ها گفتند که كان النبي صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر شد مئزره و احیا لیله و عیقظ اهله. پیامبر صلی الله علیه و وقتی که دهه آخر می در آمد کمری خود را می بستند. یا معناش کمری همت به عبادت می بستند. و این چونین یا معنای دیگهش کمری خود را می بستند، یعنی شد مئزره از کلمه ایزار آمده است. ایزارشون می بستند به معنایی که به زنها نزدیک نمی شدند. و احیا لیله، شبهاشون پر شب زنده داری می کردند. اما از دیگر شبها کم باشدم خواب می کردند. خوابی شب بسیار خوابی پربرکات است، خاصتا در اول شب بعد خفتن، بعد خواندن خفتن اگر آدم خواب کند در هر یک ساعتی آن ساعت ها قوت میگیرد. گویا 1 ساعت خورد 7 ساعت خواب کردگی بر این قوت میگیرد. 2 ساعت خواب کند همین خیل 12 ساعت، همین خیل هر یک ساعت اولینش پربرکات است. بنابراین شب باید آدم خواب کند اگرچه کم باشد. لیکن در این 10 شب آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلقا خواب نمی کردن یا لحظه هم. و ایقظ اهله، علاوه بر این اهل و عائله‌شون هم بیدار میکرد. یعنی یک خودشون شبای زنده داری کنن و مردم زنهاشون خواب نه، اونها هم بیدار میکرد. چون که الله تعالی و امر اهلک بالصلاه
اصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. اهل و عائلات رو به نماز امر. فرمان الله تعالی هست که هر یک صاحب خانه، رئیس خانه، اهل و عائلش به نماز امر کند. اصطبر علیها، در همین راه صبر کن. یعنی 10 بار گفتم اینا نمیخوند، 100 بار گفتم اینا گپ گوش نمیکند، نه. اصطبر علیها، در همین راه صبر کن. نمیخواند صبر کن، نه گپ گوش نمیکند صبر کن. همیشه اهل و عائلت به نماز امر کن. لا نسألك رزقا، ما از تو رزق طلب نمیکنیم. نحن نرزقک، ما تو رو رزق میدیم. اینجا رزق به نماز چی دخل دارد؟ یعنی بیهوده الله تعالی یک کلمه بعد یک کلمه، جمله بعد یک جمله نمیگوید. الله تعالی حکیم است. هر یک سخن در جای خودش میماند. اهل و عائلت را به نماز امر کن. این به همه هست خطاب، فقط برای پدر نه. مادرم هم خیلی شوهرش به نماز بیدار میکند، فرزنداش به نماز بیدار میکند. شوهرم هم خیلی همسرش بیدار میکند، اهل و عائلش. فرزندم پدر و مادرش بیدار کند، برادر و خواهرش بیدار کند. و امر اهلک بالصلاه، اهل و عائلت به نماز امر کن. واصطبر علیها، صبر کن در همین راه. ما از تو رزق طلب نمیکنیم. نحن نرزقک، ما تو را رزق میدیم. این دلالت میکنه کسی که اگر اهل و عائله‌اش را به نماز خیزاند، به نماز امر کند، الله تعالی رزق آنها را وسیع میکند. این یک منبعی، یک سببی در وسیع کردن رزق، امر کردن اهل عائله به نماز. خواه آنها سخن شما را گیرند، خواه نگیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و ایقظ اهله، اهل و عائلشون بیدار میکرد. یعنی فقط خودشون عبادت نمیکردن. روایتی بخاری و مسلم. و این چنین سلمه مادر مومن ها رضی الله عنها گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم شبیه گفتند که سبحان الله ماذا انزل من الفتن و ماذا فتح من الخزائن ایقظوا صواحب الحجر. خواب دیدن، گفتند که پاک است الله تعالی، این چی درهای فتنه گشاده شد. فتنه، بلا، مصیبت. آدم حق و باطل جدا کرده نمیتوند، راست و دروغ جدا کرده نمیتوند. این زمانه فتنه، هر چقدر زمان آخر شود فتنه ها زیاد میشد. فتنه از همه بزرگ دجال است. میبرد من خدا میگوید. کسی باور نکند، اگر باور نکنی به خدا بودنی من، از من یگان چی طلب کن میگوید. طلب میکند که پدرم زنده کن، پدرش زنده میکند. پدرش آمده قطیش گپ میزند. آسمان فرمان میتید که باران بارد، باران میبارد. زمین امر میکند که سبزان میسبزاند. مردم باور. این فتنه هست. آخه یک چشمش پیامبر صلی الله علیه و سلم که چشم راستش مانند انگوری که دانه انگوری که به آب میپرتاید نصفش میبرد کو از داخل آب، میخواد چشمش بر آمدگی است و در پیشانش با لغت عربی کافر نوشتگی است. هر مسلمانی که عربی را خوانده میتواند یا نمیتواند و میخواند، این همون دجالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده، این همون است. تو مسلمان آدم میداند. لیکن تمام پیغمبرها از فتنه دجال پناه طلب کردگی هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام نمازشون، هم فرض هم سنت هم نافله هم ویتر، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه مسیح الدجال میگفتند. ای الله، من به تو پناه میطلبم من عذاب جهنم، از عذاب جهنم، از آتش دوزخ، و من عذاب القبر، از عذاب قبر، و از فتنه های دنیا و ممات، وفات، و من فتنه المحیا و من شر فتنه مسیح الدجال، و از بدی فتنه مسیح الدجال من به تو پناه میطلبم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. یا که بعد این اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک میگفتن و سلام میدادن. در تمام نمازها اینو میگفتن. در صحیح مسلم حدیث آمده است، راوی حدیث فرزندش میپرسد که همین دعا رو در نمازت گفتی؟ میگه نه، نماز از نو خوندم. این گفتنش حتمی هست. میگن این دعا رو، یعنی در تمام نمازاشون از فتنه مسیح دجال
پناه می‌طلبیم و گفتن که ما من نبی الا و انذر امته من المسیح الدجال. یگان پیغمبری نیست که امتش از مسیح دجال نترسانیده باشد. پیغمبرای پیشینی هم ترسانیده بودن و از فتنه انسان ترسد. حتی دعای بزرگان این بود که و اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا الیک غیر مفتونین. و اگر برای بندگان دیگان فتنه را خواهی، ما را پیش از گرفتار شدن به فتنه جان ما را بگیر. فاقبضنا، جان ما را به سوی خدا بگیر. فاقبضنا الیک غیر مفتونین، به فتنه گرفتار نشده جان ما را بگیر. فتنه بسیار چیزی بد است. بنابراین گفتن این شب چه فتنه های نازل شد. ایقظوا صواحب الحجری، اون آدمایی که در حجره ها خواب هستن، یعنی زن هاشون، بیدار کنیدتون. رب کاسیه فی الدنیا عاریه یوم القیامه، آدمی که این در دنیا لباس دارد شاید در آخرت بی لباس باشد. یعنی آدمی که امروز در دنیا خواب خوب دارد و جای خوب دارد شاید در آخرت این خیر نباشد. بنابراین آنها رو بیدار کنیدتون. گفته شبها به نماز بیدار میکرد. بنابراین ابن بطال در شرح صحیح بخاری گفتن که فیه ان للرجل ان یوقظ اهله باللیل لذکر الله والصلاه. در این حدیث دلیل است که مرد باید اهلش را، یعنی همسرش را، فرزنداش را به نماز شب بیدار کند و برای ذکر الله تعالی، لا سیما عند حدوث الآیه، خاصتا در وقت پیدا شدن یگان علامت، یعنی مانند گرفتی آفتاب و ماهتاب، یا در حالت آمدن زمین جنبی یا زلزله یا طوفانی سخت یا رعد و برقی سخت. در همین حالت ها خسته نماز و ذکر خواند. او مأثور رؤیا مخوفه، یا خوابی بد بیند. اگر پیامبر صلی خواب دیده، همین خیلی گفتنده خواب دیدند و گفتند که خیزان تون های نماز خواند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و از خوابی بد امر کردند که به طرف چپ صف کند 3 مراتبه و از بدی خوابش به الله تعالی پناه طلب کند. خب این یک قسمتی از، یعنی عملهایی که در شب قدر باید ما کنیم، از جمله بیدار بودن و بیدار کردن اهل و عائله.